بگو کدوم رو انتخاب میکنی؟ ولی من حذف میکنمش. کلا 1% از آدما برنده این مسابقه میشن، ولی تو شانس بردن این 1% هم داری. نداشتی انقدر بد شانس هستی که کسی شانس تو نداره. ما اینجا 9 تا بلاک داریم. به اول نفر آقا حشمتی رو حذف میکنم. دومین نفر کیو حذف کنم؟ آقا آهنی رو حذف میکنم. سومین نفر آقا سنگی رو حذف میکنم. مطمئنم بعضی ها انتخابش کردن. چهارمین نفر آقا شن قرمزی رو حذف میکنم. رد صندوق. پنجمین نفر آقا طلایی رو حذف میکنم. جنبه فان داره این حرفا، میدونم اسمشون. ششمین نفر آقا بامبویی رو حذف میکنم. بامبویی. هفتمین نفر ایشون و هشتمین نفر رو میخوام زود بگم. از بین این دوتا انتخاب کن زود. و آقا دایموندی رو حذف کردم. و کسی که درت یا هر خاک دیگه ای برداشته بود، البته خاک دیگه توش نبود، فقط درت بود. درتو با همون چیز چمنیه رو برداشته باشید، جمع فان داره این حرفا، برنده شدی. و مثل همیشه لایک و ساب یادت نره. خب یه بار دیگه هم میگم، لایک و ساب یادت نره. و